5 دهه قبل ستاره شناسا اصلا نمیدانستند که سیارات فراخورشیدی هم وجود داره، ولی حالا بیش از 5000 سیاره فراخورشیدی کشف شده. دانشمندان باور دارند که تنها در کهکشان راه شیری حدود 60 میلیارد سیاره فراخورشیدی وجود داره که ممکنه حیات در اون سیارات وجود داشته باشه و یا شرایط حیات داره. سلام به همه عزیزای کاوشگر. در ویدیو امروز چند سیاره فراخورشیدی که کشف شده و خیلی شبیه زمینه و حتی ممکنه که حیات در آنها وجود داشته باشه را با هم بررسی کنیم. پس تا آخر بمانید که قرار خیلی خوش بگذره. طبق صفحه اکتشاف سیارات فراخورشیدی ناسا تا حالا اضافه از 5300 سیاره فراخورشیدی کشف شده که بیشتر از نیم آنها توسط تلسکوپ فضایی کپلر ناسا انجام شده. این تلسکوپ در سال 2009 به منظور کشف سیاراتی شبیه زمین در کهکشان راه شیری به فضا پرتاب شد. کشف اولین سیاره که بیگانه‌ها در آن زندگی کنند رویای دیرینه ستاره شناسانه و اکتشافات اخیر سیاره‌های فراخورشیدی نشان داده که جهان‌های کوچک و سنگی مانند زمین در کهکشان ما فراوانه. سعی محققا بر اینه که سیاراتی پیدا کنند که شرایط حیات در اون سیارات باشه. برای واجد شرایط بودن یک سیاره برای حیات باید نسبتاً کوچک باشه که سیارات کوچک معمولاً سنگی هم هست، مثل زمین، مریخ، زهره و عطارد، و در مدار قابل سکونت ستاره میزبان در حال گردش باشه. حالا مدار قابل سکونت یا منطقه قابل سکونت چیه؟ منطقه قابل سکونت به محدوده‌ای در اطراف یک ستاره گفته میشه که اگر سیاره‌ای در این محدوده قرار داشته باشه و آب هم در او سیاره باشه، به احتمال زیاد آب در او سیاره به شکل مایع پیدا میشه. تا فعلا و با تکنولوژی فعلی ما به دنبال سیاراتی میگردیم که در منطقه قابل سکونت در حال گردش باشه. اما بعد از اینکه تکنولوژی ما پیشرفته تر بشه، عوامل دیگری هم در نظر گرفته خواهد شد، مثل ترکیب جو سیاره و میزان فعالیت ستاره میزبان. ولی تکنولوژی ما تا فعلا حتی برای فهمیدن این که آیا سیاره در منطقه قابل سکونت هست یا خیر هم خیلی ضعیفه. سیاراتی که بیشترین شباهت به زمین دارن شامل اینها میشه: سیاره GJ667cc که تنها 22 سال نوری از زمین فاصله داره و طبق گفته آزمایشگاه رانش جت ناسا یا JPL جرم این سیاره 4.5 برابر زمینه که تنها 28 روز طول میکشه تا یک دور به دور ستاره میزبان بزنه. یعنی هر سال در این سیاره 28 روز طول میکشه. اما چون ستاره میزبان یک کوتوله سرخه و به طور قابل توجهی سردتر از خورشیده، پس تصور میشه که این سیاره فراخورشیدی در منطقه قابل سکونت قرار داشته باشه. منطقه قابل سکونت هم که میفهمین چیه. این سیاره با استفاده از تلسکوپ بزرگ شیلی توسط رصدخانه اروپا کشف شده و ممکنه که آنقدر به ستاره میزبان نزدیک باشه که در اثر شعله‌های ستاره بیش از حد گرم بشه و امکان حیات در این سیاره نباشه. سیاره بعدی کپلر 22b نام داره که در فاصله 600 سال نوری از زمین قرار داره. کپلر 22b اولین سیاره‌ای بود که توسط تلسکوپ فضایی کپلر در منطقه قابل سکونت یک ستاره کشف شد. اما این سیاره به طرز قابل توجهی بزرگتر از زمینه، تقریباً 2.5 برابر سیاره زمینه. اما مشخص نیه که آیا این سیاره سنگی، مایع و یا گازیه. مدار این سیاره 290 روز طول میکشه تا تکمیل شه که تقریباً با مدار زمین که 365 روز هست خیلی شباهت داره و به دور یک سیاره کلاس G که شبیه خورشید خودمانه در حال گردشه. سیاره بعدی کپلر 69c نام داره که 2700 سال نوری از زمین فاصله داره و حدود 70% بزرگتر از زمینه. ولی در مورد ترکیب این سیاره محققان باز هم مطمئن نیستند که این سیاره سنگیه یا گازی. هر سال در این سیاره حدود 242 روز زمینی طول میکشه و فاصله این سیاره از ستاره میزبان تقریباً با فاصله زهره از خورشید یکیه و همچنین ستاره میزبان تقریباً به اندازه 80% نور خورشید روشنایی داره. پس با این اوصاف معلوم میشه که این سیاره در منطقه قابل سکونت قرار داشته باشه و ممکنه که حتی حیات هم در این سیاره وجود داشته باشه. سیاره بعدی کپلر 62f نام داره و گفته ناسا 40% بزرگتر از زمینه و به دور ستاره‌ای بسیار سردتر از خورشید در حال گردش. با این حال مدار گردش این سیاره 267 روز طول میکشه تا تکمیل شه و ستاره میزبان هم یک کوتوله سرخه.
همچنین سیاره در مدار نزدیکتری به این ستاره در حال گردشه. چون ستاره میزبان نور کمتری تولید میکنه، سیاره کپلر 62F به احتمال خیلی زیاد در مدار قابل سکونت ستاره میزبان قرار داشته باشه. تقریبا 1200 سال نوری از زمین فاصله داره و به دلیل اندازه بزرگی که داره احتمالاً در محدوده سیارات سنگی باشه و ممکنه که حتی اقیانوس هم داشته باشه. و ما میفهمیم که جایی که اقیانوس یا آب وجود داشته باشه احتمال زیاد حیات هم در اون سیاره هست. سیاره بعدی حد اکثر 10% بزرگتر از زمینه و همچنان به نظر میرسه که در منطقه قابل سکونت ستاره خود قرار داشته باشه. کپلر 186F نام داره. سیاره‌ای که تنها 1/3 انرژی را که زمین از خورشید دریافت میکنه را از ستاره میزبان خود دریافت میکنه. ستاره میزبان این سیاره هم یک کوتوله سرخه، پس این سیاره هم نمیتونه یک دوقلوی واقعی برای زمین باشه و حدود 500 سال نوری هم از زمین فاصله داره. وقتی میگیم دوقلوی زمین، منظور ما سیاره‌ایه که هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ جرم و کتله با زمین شباهت داشته باشه و همچنین ستاره میزبان هم با ستاره میزبان زمین که خورشیده شباهت زیاد داشته باشه. پس این سیاره دوقلوی واقعی زمین شده نمیتونه. سیاره بعدی که کپلر 442b نام داره به اساس بیانیه مطبوعاتی ناسا 33% از زمین بزرگتره و مدار خود را در هر 112 روز تکمیل میکنه. این سیاره در سال 2015 کشف شد و 1194 سال نوری از زمین فاصله داره. در مطالعه‌ای که در سال 2021 در ماهنامه انجمن نجوم سلطنتی منتشر شد نشان داد که این سیاره فراخورشیدی ممکنه که نور کافی برای حفظ یک کره حیاتی بزرگ دریافت کنه. محققان احتمال توانایی سیارات مختلف را برای انجام فتوسنتز تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند که کپلر 442b نور کافی برای این عملیه از ستاره میزبان دریافت میکنه. پس میتوانیم نتیجه بگیریم که ممکنه در این سیاره حیات وجود داشته باشه، یا حداقل اگر وجود نداره احتمال وجود حیات در این سیاره هست. سیاره بعدی که در سال 2015 کشف شد اولین سیاره کشف شده ایه که تقریبا اندازه زمینه و ستاره میزبان هم دقیقاً مشابه خورشیده. کپلر 452b نام داره که 60% بزرگتر از کره زمینه و ستاره میزبان که کپلر 452 نام داره خیلی شبیه خورشیده. تقریباً 10% بزرگتر از خورشیده و این سیاره هم در مدار قابل سکونت ستاره میزبان قرار داره. کاشفان این سیاره میگویند که به احتمال خیلی زیاد این سیاره سنگی هم باشه، دقیقاً مثل زمین. کپلر 452b که در فاصله 1400 سال نوری از زمین قرار داره فقط 20 روز بیشتر از زمین طول میکشه تا به دور ستاره میزبان بچرخه. حتی یک لقب جالب هم داره، پسرعمو یا پسرکاکای زمین. سیاره بعدی تنها 4 سال نوری از ما فاصله داره و آن را به نزدیکترین سیاره فراخورشیدی شناخته شده تبدیل میکنه. این سیاره پراکسیما قینتورس B نام داره که در سال 2016 کشف شد و جرم یا کتله آن تقریباً 27% بیشتر از سیاره زمینه. اگرچه این سیاره فراخورشیدی ممکنه که در منطقه قابل سکونت ستاره میزبان خود قرار داشته باشه، اما در معرض تابش شدید امواج فرابنفش و دلیل آن هم فاصله کمیه که به ستاره میزبان داره. تقریباً 11 روز زمینی طول میکشه تا این سیاره به دور ستاره میزبان یک دور کامل بزنه. و آخرین هم یک سیستم سیاره‌ایه که به دور ستاره تراپیست 1 در حال گردشند. احتمالاً شبیه ترین سیارات اندازه زمین باشند که در منطقه قابل سکونت ستاره میزبان قرار دارند. این سیستم سیاره‌ای متشکل از 7 سیاره‌ایه و احتمالاً آب در بیشتر این سیارات در اوایل شکل گیری این سیستم سیاره‌ای تبخیر شده باشه. با این حال در یک مطالعه‌ای که در سال 2018 منتشر شد نشان داد که بعضی از این سیارات میتونه آب بیشتری نسبت به اقیانوس‌های زمین در خود نگه داشته باشه و یکی از این سیارات که تراپیست 1 این نام داره بیشترین احتمال پشتیبانی حیات داره. سالیان زیادی میشه که ما انسان‌ها به دنبال حیات فرازمینی میگردیم ولی تا حال موفق نشدیم. ممکنه که در تمام این هستی ما انسان‌ها تنها باشیم یا تنها موجودات هوشمند باشیم و یا شاید هم تکنولوژی کافی برای ارتباط با موجودات هوشمند دیگر را هنوز در دست نداریم. نظر شما چیه؟ در بخش کامنت ها برای ما
بنویسید. کلام آخر از چارلز داروین میشنویم که میگه بدون ماجراجویی و خطر کردن تحقیقات جدید علمی واقع نخواهد شد. در ضمن در این ویدیو عجیبترین و وحشتناکترین سیارات فراخورشیدی را معرفی میکنیم که تا فعلا کشف شده. پیشنهاد میکنم حتما ببینید. تا کنجکاوی بعدی کاوشگر بمانید.